سلام علیکم دوستان عزیز. امروز 27 دکبر سال 2025 یکی از دوستای من آقای کوروش پویانو که سالهای زیاد در تاجیکستان بود، با ازبکستان بودیم، روسیه همکاری داشتیم. من اینه بینید این همین حاضر 400 تا کتاب نوشته است. میگوید که من اولین عالم در ساحه طبیعی درمانی هستم. تمام کتاباش درباره طبیعی درمانی. من اینجا همراه من یکی از شاگردهای دوستای من بختیار شایفهم آمدن. حاضر یک صحبت دوستانه میکنیم. تو حاضر چند سال داری؟ من 72 سال. 72 سال. تا چند میخوای زنده کنی؟ تا چند سال میخوای؟ 150 سال. حتما اجرا میکنی. برای همین که 150 سال آدم اون بیند باید چیکارهای عملی گرداند؟ باید در راستای طب طبیعی عمل کنه، یعنی هر چی که تو طبیعت هست اونا رو عمل بکنه و چیزهای غیر طبیعی مصرف نکنه. مصرف کردن انواع گوشت‌ها، مشروبات الکلی، قمار و نوشابه های گازدار و فراورده هایی که تو کارخانجات تولید میشه، اینها همشون باعث میشه که عمر آدم کم بشه. تو هر روز همه روزی تو از چی سر میشد؟ ورزش میکنی، پیاده رو گرده میکنی، چه خیلی خوراک های میخوری خودت؟ من هر روز صبح ساعت 6 از خواب پا میشم، بعد حمام میکنم، خودم رو آماده میکنم، بعد صبحانه رو میخورم، بعد میام اینجا سر کارم. این اتاق محل کار منه. روزی 4 ساعت صبح و 4 ساعت بعد از ظهر، در مجموع 8 ساعت در روز من اینجا کار میکنم، یعنی روی کتابام کار میکنم. کتاب های تو اساسا در کدام موضوع های؟ دو موضوعش گردن ما گوش کنیم. کتاب های من همشون در زمینه طب طبیعیه و با داروهای شیمیایی و شیمی درمانی و طب سنتی کاملا متفاوته. ما کلا 3 نوع طب تو دنیا داریم. یکی طب سنتیه که همه دنیا میشناسن که بنیانگذارش ابن سینا بوده، و دومیش طب نوینه که الان همه جای دنیا جاری و همه ازش استفاده میکنن. سومین طب که هیچ کس در دنیا هیچ چیز راجبش نمیدونه، طب طبیعیه که من بنیانگذار طب طبیعی هستم و الان 50 ساله که روی این طب، در واقع 52 ساله روی این طب دارم کار میکنم و 400 جلد کتابی که نوشتم، 250 جلد از این کتاب ها طب طبیعی رو تعریف میکنه که اصلا طب طبیعی چیه و شاخه هاش چیه، و 150 جلدم بیماری هایی که تو دنیا وجود داره با طب طبیعی چجوری معالجه میشه اونا رو توضیح میده. حاضر مریض قبول میکنی یا نه؟ نه، الان چند ساله که من مریض قبول نمی کنم. در گذشته من سالها مریض دیدم و در حدود 100,000 تا مریض تا حالا دیدم و تجربیاتی که به دست آوردم طب طبیعی رو روی اونا پیاده کردم و همشون نتیجه خوب گرفتن از این کار. به همین دلیلی که من فقط روی طب طبیعی کار میکنم. سالهایی که در تاجیکستان بودی، از تاجیکستان چه آموختی؟ چه طبیعت، چه چیزهای طبیعی بودن؟ من در تاجیکستان با دکتر ملا ظهور طاهری آشنا شدم که البته در ایران با هم آشنا شده بودیم. ایشون منو دعوت کردن به تاجیکستان و من رفتم در تاجیکستان، با هم همکاری داشتیم. سالها من به تاجیکستان میرفتم و در همایش‌های مختلفی که اونجا دکتر طاهری برگزار میکرد، بیشتر همایش‌های بین‌المللی بود، با هم شرکت داشتیم. تشکر. ما امسال 15 اپریل 12 کنگره بین المللی میگذاریم. شما دعوت بکنیم میبیاید آنجا. کجا؟ در تاجیکستان؟ تاجیکستان. ما امسال 3 روز در عینی، 2 روز در پنجکین
خب 2 روز در سمرقند، 3 روز در بخارا این جلسه میگذاریم. از نزدیک با تیبی وادی زرافشان شناس میشویم. الان چون در ایران وضعیت ارزی دلار روز به روز قیمتش میره بالاتر و گرونتر داره میشه، به همین خاطره که خیلی از ایرانی‌ها الان امکان سفر کردن به خارج رو ندارن به خاطر گرون بودن دلار و من هم جز اونا. ما دلار میتیم تو حتما بیا اشتراک کن. هرچی باشد. خب با تو برای کار سلامتی عمر دراز بخواهیم. دوستی بین خلقها باید زیاد رفت و آمد شد. این به دلار هم رفت و آمد میشد. همه چی از انسان وابسته. اینجا تو داروخانه داری، مشقهای چیز سپورت زالت هم کار میکند؟ چی؟ اونجا که ورزش میکنن کاراته کار میکردیم؟ نه فعلا تعطیله. فعلا تعطیل است. جگون گفتنی دیگر داری برای مردم تاجیک؟ من برای مردم تاجیک آرزوی در عرفه موفقیت سال نو، سال بعد چند روز سال نو میشد. سال نو رو به تاجیکا تبریک میگم و براشون آرزوی موفقیت و سرافرازی در کارهاشون میکنم. تشکر زیاد.